داداش جان میگم که یه توی دانشگاه با یه دختر خوشگل آشنا شدم، نظرت بریم ببینی؟ باز این شروع کرد. شاید ول بخوای کن ازدواج دیگه کنی. تو هم. الان یه سوال ازت میکنم، جان. مردانه زنانه با هم صحبت کنیم. خب بگو. الان تو خرج خودت شکمت اصلا هیچی، اصلا ما میذاریم کنار. خب. خرجت ناخونت، کراتینت، به خودت رسید، ارتباطیات، اینا همه چقدر در میشه؟ ناخون 500 تومن، موژه 500 تومن، کراتین مو هم 3 تومن، رنگ مو کمش میگیم 3 تومن دیگه، فیشیال و رسیدگی به پوست و یه سری لوازم کلا سرجم میشه 10 تومن. خب 10 تومن. اصلا ما میگیم این خورد و خوراک که میذاریم کنار، دور همیات هم میذاریم کنار، اینا همه رو میذاریم. وام ازدواجی چقدره؟ وام ازدواج آخرین جایی که میدونستم 140 تومن بود. خب 140 تومن. خب. یه داماد یه عروس 140 چه چقدر؟ 280 تومن. خدا پدرت بیامرزه. وام دامداری چقدره؟ دامداری گاوداری، همین گاوداری 800 تومن. خب نظرت من ازدواج کنم یا برم گاو بگیرم؟